تاب فیلتر در اکسل در واقع میاد چندین مقدار که حالا با شرط شما مطابقت دارن رو میتونه نمایش بده. بریم که یک مثالی از تاب فیلتر ما داشته باشیم ببینیم که به چه صورتی هستش. دستوری که برای فیلتر میبینید به این صورت هست که اینجا نوشته شده، در اسلاید بعد هم هستش. اری اون مقدار محدوده‌ای هست که میخواین فیلتر بکنید، یعنی محدوده جدولتون مثلا. این کلود شرطی هست که مشخص میکنه کدوم ردیف باید بازگردونده بشه، تو کدوم ردیف داری سرچ میکنی اون مقداری که میخوای رو. if empty در واقع اختیاری هست، شما یک پیغام یا مقداری در صورتی که هیچ داده‌ای مثلا با شرط شما مطابقت نداره نمایش میده. اوکی؟ یه مثال داشته باشیم، یعنی واقع مثال اولمون از کاربرد اول فیلتر. میخوایم فیلتر بکنیم کارمندهایی که با حقوق بیشتر از $50,000 هستش رو در این جدول که بریم توی اکسل با هم مثالش رو کار بکنیم. خب ما ابتدا میایم فیلتر رو تایپ میکنیم. اول باید به محدوده‌ای که میخوایم برامون فیلتر کنه رو بگیریم. بعد از اون میایم میگیم توی کدوم در واقع بگرده و این ستون شرطمون اینه که این ستون مقداری که توش هست بزرگتر باشه از 50,000 تا. اوکی، و اگر که پیدا نکرد برای ما بنویسه not found. درسته؟ حالا میایم اینتر میکنیم، همونطور که مشاهده میکنین اومد در واقع ستون سالری رو یا پرداخت‌های حالا سالیانه رو که بیشتر از 50,000 تا بودن رو برای ما اینجا نشون داد. امیدوارم که براتون کاربردی باشه این ویدیو و برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید.